میدونستید ماهی مرکب 3 تا قلب داره؟ 2 تا قلبش خون رو به آبشش‌ها میفرسته و یکی برای بقیه بدن. جالبه که وقتی شنا میکنه قلب اصلی بدن متوقف میشه. خون ماهی مرکب آبیه چون به جای آهن عنصر مس داره. این موجود شگفت انگیز استاد استتاره میتونه رنگ و حتی بافت پوستش رو تغییر بده. وقتی احساس خطر کنه جوهر سیاه از خودش آزاد میکنه تا فرار کنه و بعضی گونه‌هاش مثل ماهی مرکب غول‌آسا تا 14 هم رشد میکنن. شاید همین باعث شده افسانه هیولای دریا یعنی کراکن به وجود بیاد. میدونستید ماهی مرکب 3 تا قلب داره؟ 2 تا قلبش خون رو به آبشش‌ها میفرسته و یکی برای بقیه بدن. جالبه که وقتی شنا میکنه قلب اصلی بدن متوقف میشه. خون ماهی مرکب آبیه چون به جای آهن عنصر مس داره. این موجود شگفت انگیز استاد استتاره میتونه رنگ و حتی بافت پوستش رو تغییر بده. وقتی احساس خطر کنه جوهر سیاه از خودش آزاد میکنه تا فرار کنه و بعضی گونه‌هاش مثل ماهی مرکب غول‌آسا تا 14 هم رشد میکنن. شاید همین باعث شده افسانه هیولای دریا یعنی کراکن به وجود بیاد.